بیایید با هم این لوگو رو در نرم افزار ایلستریتور طراحی کنیم. اول از همه بهتون بگم که اسم این لوگو مونولوگو یا مونوگرام هست، در واقع ثبت و برای برند عینک آفتابی هوران طراحی شده. میخوایم با هم دیگه داخل این آموزش هم مونولوگو یا مونوگرامش رو طراحی کنیم و هم یک لوگو تایپ اختصاصی طراحی کنیم. اول از همه میبینیم که ایدهش از کجا اومده. عینک آفتابی ارتباط مستقیمی با چشم داره و برای اینکه مونولوگو یا مونوگرامش رو درست کنیم باید از حرف H و حرف دومش که میشه O استفاده کنیم. هم میتونیم حرف اول و دوم رو ترکیب کنیم و هم حرف اول و هم آخر. ولی برای اینکه بتونم فرم چشم رو درست در بیارم ترجیح دادم با حرف دوم این کار رو کنم که O هست. اول از همه یک فونت خیلی عادی H رو نوشتیم و مورد بعدیش میخواستم حرف O رو طراحی کنم. فونتی که من انتخاب کرده بودم خودش حرف Oش لوزی بود و این خودش به من یه ایده داد که میتونم از حرف O استفاده کنم. ولی اگر شما این لوزی یا این فونت رو نداشتید برای تمرینتون اصلا فرقی نداره. میتونید از ابزار رکتنگل یه دونه لوزی رسم کنید. چجوری؟ خیلی راحته. یه دونه مربع میکشید، گوشه‌هاشو گرد میکنید. چجوری گوشه‌هاشو گرد کردم؟ بچه‌ها ببینید این قسمت دایره های تو خالی وجود داره که اگر من اینا رو انتخاب کنم میتونم با کشیدنش گوشه ها رو گرد کنم. میبینید وقتی هم که گوشه ها رو گرد کردم یکی از این دسته ها رو انتخاب میکنم، شیفت رو میگیرم و یه دور میچرخونمش، تبدیل میشه به لوزی و میزان استروکش رو تغییر میدم از قسمت پروپرتی. خب من الان اینو نیاز ندارم چون که اینجا خودم یه دونه لوزی دارم اینها. و بعد بچه‌ها ببینید اهرماشو که اینجوری بکشید میتونید فرمش رو مشخص کنید که میخواین باریک باشه، پهن باشه، چجوری باشه. لوزیمو قشنگ به اندازه اچ هم قرار میدم. میخوام گوشاش کاملا به هم دیگه بچسبه. خیلی مهمه که تو این کار گوشا بچسبه، یک مستطیل رو رسم کنه. قشنگ ببینید اینا رو میچسبونم کاملا. ببینید یک کمی به این دسته ها فاصله داره. اینجوری میارمش بالاتر، این قسمت ها میارم پایین تر که قشنگ ببینید انگار یه دونه مستطیل من رسم کردم، تو یک کادر مستطیلی قرار میگیره. الان ببینید اینجا رو یک فاصله بین اینا هست که اینا رو از همدیگه جدا کرده. میخوایم ببینیم این فاصله رو چجوری میتونیم ایجاد کنیم. به حروف او استروک میدم. استروکش مشکیه، من باید سفیدش کنم. استروک هم از اینجا رنگش رو مشخص میکنم، سفیدش میکنم، یکم زیادش میکنم. بچه ببینید انگار داره از تو خودش استروک کشیده میشه. من نمیخوام اینطوری باشه. روی اسم استروک کلیک میکنم، از این قسمت اینو انتخاب میکنم که استروک رو از بیرون به حروفم یا شیپم بده. یکم بیشترش میکنم. الان میخوام اینا رو از همدیگه جدا کنم. چطوری میتونم جداشون کنم؟ نمیتونم که با ابزار پاک کن بشینم ذره ذره اینا رو انجام بدم. همش رو انتخاب میکنم، آبجکت و گزینه اکسپند رو میزنم. وقتی که گزینه اکسپند رو زدم از این ابزار شیپ بیلدر آلت رو روی کیبوردم میگیرم و این قسمت ها رو پاک میکنم اینطوری. الان ببینید من اینو هر جایی که ببرم دیگه اون استروک سفیده رو نداره، کاملا مشخصه که از هم دیگه جدا شدن. حالا برای اینکه فرم چشم رو بگیره، الان اینجوری فرم چشم نداره که، اومدم برعکسش کردم. شیفت رو نگه میدارم میچرخونمش.
هم H رو داره، هم O رو داره، هم چشم وسطش رو داره. بخوام رنگش کنم به مشکل میخورم، چون ببینید این H با این O جداه هنوز. پس میام دوباره انتخابش میکنم و بدون اینکه آلت رو نگه دارم اینا رو یکی میکنم. الان ببینید من هر رنگی که بخوام بهش بدم یه تیکه رنگ میشه. یک نکته که یادم رفت بهتون بگم اول کار این بود که من چجوری تونستم تمام این حروفا رو جداگونه استفاده کنم. وقتی که تایپ میکنیم یک نوشته ای رو، مثلا بذارید با این نشونتون بدم. این یک نوشته عادیه. از این قسمت میتونید ببینید کلیک راست هم میتونید. کلیک راست میکنم، create outline رو میزنم، آن گروپش میکنم. وقتی که آن گروپش کنم من هر کدوم از این حروف رو بخوام میتونم جداگونه تغییر بدم. خیلی استفاده زیادی میتونید ازشون باهاشون انجام بدید. خب مورد بعدی میخوایم این لوگو تایپ رو داشته باشیم. چجوری این لوگو تایپ رو داشته باشیم؟ خیلی ساده است. من یه بار دیگه این نوشته رو تایپ میکنم، فونتشم مشخص میکنم. از این قسمت میخوام این باشه. میبینید فاصلش چقدر زیاده. میتونم از این قسمت توی قسمت پروپرتی، بچه اگه پروپرتی رو نداشتین از قسمت ویندوز میتونید تیکش رو بزنید، میاد اینجا براتون. این رو صفرش میکنم، اینتر رو میزنم، یکم بزرگترش میکنم. خب وقتی که بزرگترش کردم روش زوم میکنیم. اول یه دونه کلیک راست گفتم میزنیم، create outline، این قسمت on group، و من میخوام این او با هم دیگه یه کمی ترکیب بشه. اولا که فاصله شون هنوزم خیلی زیاده، پس اینا رو یکم به هم دیگه نزدیکتر میکنم. اینو کاملا میارم تو هم دیگه اینجوری. تمامی حروف همینطور. بچه‌ها چجوری تمام حروف رو نسبت به هم دیگه بچینم؟ این خیلی نکته مهمیه که این تناسب رو رعایت کنیم. من خودم یه کاری میکنم، یه دونه مستطیل بین حروف اول و دوم میکشم، رنگش رو تغییر میدم. هر رنگی دوست دارید میتونید انجام بذارید براش. ازش کپی میگیرم، آلت رو که نگه دارم روی کیبورد رو بکشم کپی میگیره و میام بقیه حروف رو با توجه به فاصله این مستطیله میچینم. یعنی اینو میارم میذارم اینجا، آ رو قرار میدم، خطکش رو هم میذارم که دقیقاً توی یک راستا اینا رو قرار بدم. ببینید الان این اومده پایین تر، این نباید اینجوری باشه. اینم میبرم بالاتر، دوباره اینو برمیدارم کپی میگیرم اینجا، اینو میارم میچسبونمش بهش. الان اینا رو پاک میکنم، دیلیت میکنم. میبینید الان تناسباش خیلی به هم دیگه به هم دیگه میخوره. اولین کاری که میکنم، میبینیم فرم لوگومون همه چیز خیلی کروه، یعنی گرده، ولی نوشته ما خیلی گوشه های تیز داره. پس باید بیایم اول اینا رو نرم کنیم. ابزار دایرکت سلکشن رو انتخاب میکنم، این دایره های تو خالی رو که گفتم انتخاب میکنم و یک کم میکشم که گردتر بشه. اینجا هم همینطور. از این قسمت این گوشه ها رو هم انتخاب میکنم، خیلی کم، زیاد نه، فقط از اون حالت تیزی بیاد بیرون. خب این کمی زیاد گرد شد اینجا. این کار رو که کردیم، من گفتم میخوام که این دوتا رو با هم دیگه یه کمی ادغام کنم، ترکیبشون کنم. توی ذهنم اینه که اول بیام اینجا با هم دیگه یکی بشن، ولی از این قسمت از هم دیگه جدا باشن.
چجوری میتونم این کارو کنم؟ این یه دونه رو انتخاب میکنم، بهش استروک میدم. میبینید باز داره از داخل به من استروک میده. استروک رو میزنم اینجا، حالت بیرونیشو میزنم، یکم بیشتر بهش میدم استروک رو، کافیه. هر دوتاشو انتخاب میکنم. از این قسمت آبجکت اکسپند رو میزنم، ابزار شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم. حالا بدون اینکه چیزی رو بگیرم این قسمت رو یکی میکنم و بعد روی کار زوم میکنم، آلت رو نگه میدارم و این قسمت های سفید رو حذف میکنم. اینطوری. بچه‌ها برای اینکه بفهمیم تناسب‌های لوگو چجوریه، مثلا الان این لوگو تایپ رو چجوری تنظیم کنم اندازه‌شو که چشم بیننده اذیت نشه، یک تناسب خاصی داشته باشه برای چیدمانش روی لوگوی اصلی چجوری و اینا، داخل ویدیوی بعدی یه دونه آموزش ضبط میکنم، کامل انواع لوگو تنظیماتشون رو براتون کاملا میگم. حالا اینو یکم بزرگترش باید کنیم. خب این از این. الان یه دونه متن زیرش رو نیاز داریم دیگه. متن زیرش رو با یک فونت عادی می نویسیم، خطکش ها رو میاریم. اگر خطکش رو نداشتین با زدن کلیدهای کنترل و آر میتونید خطکش رو فعال کنید. اینو یکم کوچیک‌تر میکنم. تناسب توی لوگو خیلی خیلی مهمه. یعنی اگر شما یه کار فوق‌العاده هم طراحی کنید ولی تناسبی نداشته باشه واقعا خیلی به هم ریخته و زشت میشه و اصلا به چشم نمیاد هر چقدر که خوب باشه. خطکش ها رو حذف میکنم. اینم دیگه نمیخوامش، میارمش اینجا. کمی اینا رو میارم پایین تر. اینم شد نتیجه نهایی لوگومون که روی موکاپ هم قرارش میدم براتون. آخر ویدیو میذارم که ببینید روی موکاپ هم چجوری قرار میگیره. و اینکه اگر نمیدونید چجوری از موکاپ ها استفاده کنید، توی آموزش قبلیمون کاملا توضیح دادم که چجوری میتونید هر چیزی رو روی موکاپ بندازین و یک ارائه زیباتری داشته باشید. ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. یادتون نره چنلمون رو سابسکرایب کنید، برامون حتما کامنت بذارید و بگید که چه مدل آموزش هایی رو بیشتر نیاز دارید. زنگوله پیجمون رو حتما فعال کنید تا از آموزش های ما باخبر بشید. با امید دیدار. خدا نگهدار.